در تحلیل نشان شناسی فیلم انگل باید از اینجا شروع کنیم که این فیلم فقط یه داستان درباره فقر و ثروت و اختلاف طبقاتی نیست. اگر اینطوری ببینیمش عملاً نصف فیلم رو از دست دادیم. انگل قبل از اینکه درباره طبقه اجتماعی حرف بزنه، درباره چطور دیده شدن طبقه ها حرف میزنه و این درست همون جاییه که نشان شناسی به درد ما میخوره. نشان شناسی به ما میگه به جای اینکه فقط دنبال پیام مستقیم فیلم ها باشیم، باید ببینیم فیلم چطور با تصاویر، فضا، اشیا و تکرارها سعی میکنه معناش رو بسازه. توی انگل تقریباً هیچ چیز خنثایی وجود نداره. هر چیزی که میبینیم یه معنای مشخص رو دلالت میکنه، حتی اگه در نگاه اول کاملاً عادی به نظر بیاد. اولین نشانه مهم فیلم فضاست. ما تو این فیلم 3 خانواده داریم و 3 فضای مختلف. خانواده کیم که توی یک فضای نیمه زیرزمین زندگی میکنن. فضای خانواده پارک که یه جورایی بالانشین محسوب میشن و خانواده زن کارگر که کاملا در زیرزمین هستن. بیایید از خانواده کیم شروع کنیم. خانواده کیم توی یک فضای نیمه زیرزمین مانند زندگی میکنن. نه کاملا زیر زمین نه روی زمین. این فقط یه انتخاب لوکیشن ساده نیست، بلکه یک موقعیت وجودی و اجتماعیه. این خانواده نه کاملا حذف شده است نه واقعا دیده میشه. پنجره کوچیکی که به خیابون باز میشه جاییه که جهان بیرون رو میبینن، اما از پایین. این پنجره نشانه جایگاه اجتماعیشونه، مرتبط با جهان اما همیشه از موضع پایین. در مقابل خونه خانواده پارک رو داری، توی یه محله بالانشین با یه نور طبیعی، سقف‌های بلند و پنجره‌های عظیم رو به باغ. این خونه نه فقط بزرگتره بلکه بالاست و این بالا بودن دائما در فیلم تکرار میشه. حرکت به سمت خونه پارک ها همیشه با بالا رفتن همراهه و برگشت به خونه کیم ها با پایین رفتن. این حرکت عمودی یکی از مهمترین نشانه های فیلمه. کارگردان یعنی بونگ جون هو حتی لازم نمیدونه درباره طبقه به صورت مستقیم حرف بزنه. ما با بالا و پایین رفتن داریم عملاً طبقه رو توی فیلم حس میکنیم. باران یکی از درخشانترین نشانه های دیگه فیلمه. برای خانواده پارک باران رمانتیکه، هوا رو تمیز میکنه، باغشون رو قشنگتر میکنه. اما برای خانواده کیم باران فاجعه است. خونه‌شون رو زیر آب میبره، زندگیشون رو میشوره و کلاً نابود میکنه. یک پدیده واحد دارای 2 دلالت کاملاً متفاوته. اینجا نشان شناسی دقیقاً داره کار میکنه و به همون میگی که معنا نه در خود باران، نه در تصویر، بلکه در جایگاه اجتماعی هر خانواده تعریف میشه. میرسیم به یکی از واضح‌ترین و مهمترین نشانه های فیلم، مسئله بو. بو چیزی نیست که دیده بشه، اما دائما حس میشه. مسئله بویایی توی فیلم خیلی برجسته است. از حساسیت خانوادگی به گرد میوه ها گرفته تا حساسیت پدر خانواده به بوی فضای ماشینش. این بو تبدیل میشه به نشانه از دیگری، چیزی که حذف شدنی نیست حتی اگه دیده نشه. بو در انگل نشانه واقعی فاصله طبقاتیه که با پول هم کاملا پاک نمیشه و لحظه‌ای که این بو در پایان فیلم به اوج میرسه همون جاست که خشونت هم فوران میکنه. در بررسی نشانه ها باید بریم سراغ یکی از مهمترین نشونه های دیگه فیلم. سنگ معروف فیلم یکی دیگه از نشانه های کلیدی ماست. این سنگ در ظاهر قرار نشانه ثروت و شانس باشه، اما هر چی جلوتر میریم این سنگ کمتر شبیه به امید میشه و بیشتر شبیه باری میشه که باید حمل بشه. سنگی که قرار بود نجات بده تبدیل میشه به ابزار خشونت. این تغییر دلالت به خوبی نشون میده که حتی نمادهای موفقیت هم وقتی از بالا به پایین میان میتونن ویرانگر باشن. زیرزمین مخفی خونه پارکا شاید مهمترین نشانه پنهان فیلمه. این زیرزمین چیزیه که دیده نمیشه، دربارش حرف زده نمیشه، اما کاملا وجود داره. مثل خود طبقه فرود است. کسانی که از نظم رسمی جامعه حذف شدن اما همچنان سیستم
به وجودشون کاملا وابسته است. اینجا نشانه شناسی با ایدئولوژی گره میخوره، چون فیلم کاملا نشون میده جامعه چطور چیزهایی رو پنهان میکنه تا تصویر تمیزتری از خودش بسازه. حتی مهمونی تولد پایانی هم پر از نشانه است. لباسها، رنگها، بازی کودکانه سرخپوستی همه تبدیل میشن به صحنه‌ای که خشونت واقعی در دل یه جشن متمدنانه فوران میکنه. انگار فیلم میگه زیر این نمایش شاد چیزی بسیار پوسیده خوابیده که اگر بیدار بشه میتونه همه چیز رو نابود کنه. در نشانه شناسی ما دنبال این نیستیم که بگیم کارگردان میخواسته بگه، بلکه میپرسیم فیلم چطور معنا رو ساخته. انگل فیلمیه که معناش رو نه با فریاد بلکه با لایه‌های عمیق خودش میسازه، با تکرار فضا، با حرکت عمودی، با اشیاء ساده، با بو، با باران. و درست به همین دلیله که بعد از تموم شدن فیلم حسش به این راحتی از ذهن مخاطب بیرون نمیره. اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، انگل یه مثال درخشان از اینه که نشانه شناسی چطور به ما کمک میکنه بتونیم فراتر از داستان فیلم رو ببینیم. این فیلم رو نمیشه فقط تعریف کرد، باید خوندش. و وقتی یاد بگیری نشانه ها رو بخونی میفهمی چرا این فیلم انقدر جهانیه. شاید بشه گفت چون درباره یک کشور یا یک خانواده نیست، بلکه درباره ساختن معنا در جهانیه که نابرابری رو تبدیل به یک چیز طبیعی کرده. نظر شما در مورد این فیلم مهم چیه؟ امیدوارم این بررسی کوتاه براتون مفید بوده باشه. من علی اکبرم و اینجا کانال 7 و نیمه. لایک و ساب و کامنت هم فراموشتون نشه.